بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از همه دستاندرکاران و بانیان برگزاری این کنفرانس علمی و تحقیقاتی در کشور دوست بلاروس. خب این کنفرانس بسیار خوب و پرمحتوایی بود که با سخنرانی‌های متعدد و ارائه مطالب و مقالات زیادی روبرو بود با موضوع زن، خانواده در جهان مدرن. و نکته مورد توجه بنده این هستش که در پایان کنفرانس به نقطه تعامل و مشترکات زیادی واقف شدم، از اینکه مطالبی که چه از طرف ما که از ایران اینجا آمده ایم و چه از طرف عزیزان اندیشمندان و محققین بلاروسی یا از کشورهای دیگه اینجا ارائه شد، مطالب دارای نقاط مشترک و نزدیک به همی بود که نشانگر این هستش که تعامل و همفکری در این رابطه بسیار خوب و نزدیک هست و انشاءالله در آینده باید روی این نقاط مشترک کار بشه. در این کنفرانس مطالبی ارائه شد که جایگاه زن و جایگاه واقعی زن رو به نمایش نشون داد و همینطور جایگاه خانواده و اینکه بحران‌هایی که در رابطه با جایگاه زن و خانواده در دنیای کنونی به وجود اومده مورد بررسی قرار گرفت، آسیب‌هایی که در این رابطه وجود داره و نقش رسانه‌ها، شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، نقش آموزش و تحقیقات در این رابطه مشخص شد. پیشنهادهایی در این رابطه ارائه شد و قرار بر این شد که انشاءالله این تعاملات، جلسات و همفکری‌ها بیشتر از پیش بشه و دو کشور ارتباطات نزدیکتری در مسائل تحقیقاتی پژوهشی زن خانواده داشته باشند. در حاشیه این کنفرانس رونمایی شد از کتابی که توسط یکی از عزیزان ما، همسر سفیر محترم ایران در کشور بلاروس تهیه شده بود که کلیه قوانین زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی رو به 3 زبان فارسی، بلاروسی و انگلیسی ترجمه کرده بودند و تهیه کردند و تقدیم کردند به همه عزیزان محقق و پژوهشگر و کسانی که دستاندرکار مسائل زن و خانواده هستند در کشور بلاروس که بتونن از اون بهره مند بشن. ما تلاش‌های زیادی رو در کشور جمهوری اسلامی ایران در این رابطه انجام دادیم و خیلی خوشحال هستیم که این تلاش‌ها میتونه باعث تفاهمات و تعاملات دوسویه بین همه زنان جهان باشه و بتونیم زمینه ساز صلح، آرامش و ایجاد یک خانواده بین المللی، یک خانواده واحد در سراسر جهان باشه. تشکر میکنم از همه کسانی که امروز کمک کردن به برگزاری این کنفرانس، به خصوص از مسئولین آکادمی علوم. کنفرانس بسیار بسیار خوب و عالی برگزار شد. خوشحالم از اینکه تونستم گامی کوچک در آشنایی ملت بلاروس و همچنین دیگر کشورها با فرهنگ کشور خودم و حقوق زنان ایران در دنیا به همه نشون بدم. کتاب گام اولی بود برای آشنایی بیشتر زنان دو کشور ایران و بلاروس و امیدواریم که کتاب متقابلی تهیه بشه به زودی در خصوص حقوق زنان بلاروس برای آشنایی زنان ایران و این نشون میده که زنان میتونن پیشگام توسعه روابط ملت‌ها باشن و پیشگام توسعه صلح و آرامش و نزدیکی هرچه بیشتر علم ملت‌ها و توسعه علم و دانش. سطح کنفرانس چجوری بود؟ بسیار عالی و بیشتر از حد انتظار.